توی من اومدم امروز که باهاتون سروایوال پومکینگ رو بازی کنم، ولی من یه خورده آهن جمع کردم و 3 آهن جمع کردم و کمی سنگ و فرنس و خلاصه درست کردم و اینجوری کردم و یک کم ادامه دادم. اگر من اینو ادامه نمی دادم به خوبی پیش میرفت، ولی نمیدونم چرا توی مغزم نبوده. ولی بذارم مزرعم رو ببینم سیب زمینی هم چی کار کردن، رشد کردن یا نه. همونطور گندم سیب زمینی هم که متاسفانه رشد نکردن، اعصاب منم خورد میکنم و منم باید این همه غذا داشته باشم برای اینکه از ویلیجرها ترید کنم. یکم از این خونه یکم کتاب بکنم، بعدش بعدا پارتای بعدی و بعدیش مزرعه شوگر چینج درست کنم. ولی الان اگر شوگر چینج باشه درستش میکنم. بذار این نگاهی بندازم، هیچی که نبوده. پس میم خونمو گم کردم. نه خونم اینه. آره نمیخوام گم کنم، نمیخوام اصلا. این الانی که بچه پارت دومه. یه لایک و سابسکرایب و محکم بکوبین که پارت سوم میخوام خونه درست کنم. یه خونه اینجوری نمیخوام درست کنم، یه خونه باحال که خیلی خوبه دیگه. خلاصه ها برم یکم چیکار کنم. پارت 4 میخوام برم ماین کردن دایمند. این پارت میخوام برم ماین آهن. اگر شد دایمند رو پیدا کردم، دایمند امروز چیز میکنم باهاتون ویدیو میذارم. میخواستم چی درست کنم؟ فهمیدم. تا درست کنم خدافظ. آهنامو میپزم بچه، میخوام پارت به پارت بذارم که آخرین پیشرفتمو میخوام توی این پارت ها بذارم و یه بالاخره یه چیزی ویدیویی میخوام درست کنم که دارم اندر دراگون رو میکشم. شاید توی پارت 8 یا 10 اندر دراگون رو بکشم، من نمیدونم. ولی خلاصه پارت به پارت میریم. بچه ها دارم گوسفند جمع کردم، همین تا 4 چوب جمع کردم و الانم که میخوام تخت درست کنم و بشینم خوابش بخوابم. اینجوری چون یکم تورچم میخورده کم بود این کار کردم. 33 این بعد این ای بابا یه دونه پشم بوده، من 4 الان پشم دارم که متاسفانه دارم استفاده میکنم خاطر تختم. فکر کنم یه چیزایی گل جمع کرده بودم. نه متاسفانه، ای خدای من هیچ جمع نکردم، یه گلم جمع نکردم، ای خدا. خب تا صبح بخوابم. بیدار شدم بالاخره. 1 ساعت طول کشید بیدار بشم. بازم ببری؟ چقدر ببری؟ هی خدا، نمیخوام دیگه ببری جمع کنم. اینجا میخوام بکنم برم به ماین آهن و دایمند و خلاصه و غیره. اللهم یا ربی. خب یه جا انگار رسیدیم، یه جای خیلی باحال و خوب و این غیره. تا جایی که تاریک میشه اینجوری میرم. زغال، یه زغال به درد من میخوره. زغال یه مشتیه. بچه ها انگار نمیخواد زغال تموم بشه. تا الان 16 جمع کردم. ای بابا.
خب بچه من اون 26 تا جمع کردم. چی بود؟ بریم با ماینمون. امیدوارم بازم زغال پیدا نکنم، چون به اندازه کافی دارم فکر کنم. بازم خیلی تو پرت اومد. بیلمو بگیرم بلا فاصله تورچ بذارم. همین بوده، همین. تا اینو با شاول نکنم نمیشه ها. والا به این جون میخواد. ای وای نه، ای وای. بچه حتما منو ساب کنین که منم میخوام وقتی من ویدیو شما رو دیدم بشینم کلی ساب کنم برای شما. شما مال منو ساب کنین من راضیم. اون کسی که الان منو ساب کرده توی، مرسی ازت، قربونت برم، قربونت برم ای کسی که منو ساب کرده. 200 سال عمر کنی تا فدات بشم. بچه بالاخره آهن پیدا شد. مرسی که منو ساب کردین، مرسی که والله منو ساب کردین. نگاه شانس خوبی برای من آوردین، والله خیلی متشکرم. جوی ازتون مرسی میکنم که کیف کردم از تشکر کردن شما. والله یه شانسی بر من آوردین. مرسی از شما دوستان. راهو درست کردم. بچه توی کامنت ها بگین که من کدوم طرف برم، ولی من از الان میگم پایین تر برم بهتره، چون هم دایمند پیدا میشه، هم آهن، هم همه چی، کلی چیز پیدا میشه. نگاه گفتم که آهن پیدا میشه. آخ جون کلی آهن. این قسمت شاید فول آهن شدم، شاید قسمت بعدی فول دایمند و اون یکی قسمت ها هم برم دراگون. این چنگ کنم و برم دراگون، یعنی کشتنت. ای خدا دراگون. نمیدونم قارچ اینجا چیکار میکنه، چیکار میکنه. والا اولی آهنو بکنم. والا بچه ها یعنی الان من این سید یعنی بهترین سید دنیا بوده. اوه مای گاد یس. به درد ما چی میخوره؟ یه گلدن اپل، بون میل. چرا بون میل گفتم؟ بون نمیدونم چرا بون میل گفتم. یه چیزی دارم میبینم، اون چیه؟ طلاه. ای وای من وای خدای من. وای دارم هنگ کردم. نظرم زیر برم. این که لپیس بود، فکر کردم دایمنده. یه لحظه برم بالا، شاید اونجا یه چیزی وجود داشته باشه یا نه نمیدونم. بذار برم طبق همون جایی که بوده. یکم برم جلوتر.